آیا یهودیان مخالف نازی ها بودن؟ این چون جزء بحثامونه تو داستان هولوکاست و فیلم‌های هولوکاستی دقیقاً این بحثا رو باید بازی کنیم. ببینید 150,000 نفر از سربازان، افسران و بزرگان ارتش آلمان یهودی بودن. مگه اینا نمیگن که هیتلر برنامه تبعید بزرگ و کشتار بزرگ رو داشت؟ هر یهودی رو میگرفت میکشت. دروغ میگن. یعنی اینا به خودشون هم رحم نمیکنن. عزیز من گفتم اینا نجات پرست هم نیستند. دنیا پرستن نه نجات پرست. دنیا پرستن نه نجات پرست. بله ایشون سوالش هم میگه چرا یهودیان مارکسیست و لیبرالیست تو جنگ جهانی اول دوم با هم درگیر شدن. توضیح دادم که به خاطر پول بیشتر. حاجی میگم اینا نژادگرا واقعا اگه بودن لااقل تو جنگ تو روسیه می اومدن یهودیای صهیونیستی که بیشتر یهودیای آلمانی و یهودیای انگلیسی فرانسوی بودن. اینا پول میدادن به سران یهودیای روسی که طرفدار اون آلمانی فرانسوی‌ها شده بودن که عرصه اصل قدرت دست اونا بود نه دست یهودیای روسی. اونا رو می‌خریدن، بعد اینا می‌رفتن روستاهای یهودی نشین رو آتش می‌زدن همراه با مردم یهودی روس. میگفتن دولت تزاری روسیه این روستاها رو آتش زده. بعداً دولت روسیه صدها صفحه سند ارائه داد که ما آتش نزدیم. خود این یهودی صهیونیست آتش زدن روستاهای یهودی نشین رو تا یهودی روسیه مهاجرت کنن برن اسرائیل و بزرگش کنن.